شروع. سلام و ارادت، وقت بخیر. با ایونت افسانه ها خدمتتون هستیم. دک نماینده 10 نفره. منم علی ام راوی بازیتون. امیدوارم بهتون خوش بگذره. نقشاتون رو دیدین، تایید کردین. شماره 1 آقای برات روز معارفه بدون چالش بفرمایید. و درود در زده خدمت همه دوستان. ممنون از آقای سمسار بابت روایت. امیدوارم بازی خوبی باشه. به نظرم تو سیمین محمد فرغانی کوروش مافیا زیاد است. من یه اسم دیگم نوستراداموس بود. ثبت احوال اومد ایراد گرفت، گفت باید اسم فارسی بده. ولی هر بار دارم ثابت میکنم که اسمم برازندم. مطمئنم شما هم سیت 10 برسید امروز آقای حامد دیگه برات نوستراداموس زمان است. آره. نکست. آقا سلام و عرض ادب خدمت همگی. عصرتون بخیر. محمد صادقم، شماره 2 شهروند باشید. امیدوارم بازی خوب بشه. علی جان دمت گرم بازی ران کردی. برای سیامک رو تارگت کردی با کی؟ محمد فرغانی. بفهمیده. من سیامک که عکسش من شهروندی دارم. امروز نمیذارم فعلا بهش تارگت بزنید. فعلا عکس شهروندیه برام. من تارگتش نمی‌کنم. برات ران بازیت هم دوست نداشتم. برات رو گردن میگیرم. به نام خدای رنگین کمان، عرض ادب. مرسی علی عزیز که بازی رو ران میکنی. برات گفتی سیمین دیگه این دست جنگ شروع کردی با من. گفتی شماره 3 دیگه این دست جنگ شروع کردی با من که من این دست دیگه رهات نمی کنم. آره این دست دیگه قطعی تارگتت میکنم. یعنی روز یک اگه گفتی 3، یعنی چه سیامک چه شماره 3 چه سیمین، دیگه فقط با تو می‌جنگم. اصلا همه رو ول میکنم، همه دکار تعطیل میکنم، فقط با تو می‌جنگم دیگه. چه فرصت اینی که بخوای بیای سمت من رو ازت میگیرم قطعی توی این بازی. برات توی این بازی مافیاست، گفته بین کوروش و فرغانی مافیا داره، با اونا کاری ندارم. من بین آقای صبحان و آقای علی بیگی تارگت میزنم. به نظرم بین اینا میتونه توی این بازی مافیا باشه. سلام علیکم. صبحانم سید صندلی شماره 4. ممنونم از علی سمسار بابت روایت بازی. برات که اصلا اسم سیامک رو نیاورد. برات اسم سیامک رو مگه آورد؟ نه اصلا سیامک رو نگو. گو سیمین محمد فرغانی کوروش توشون خیلی مافیاست. زمانی که سیمین نکن برات شما ستاره تارگت کرده. زمانی که تو داری به برات تارگت میزنی حتما اون 2 نفر دیگه ای که برات تارگت کرده باید یه ریاکتی نشون بدن. وقتی نشون میدن آدز داره که برات درست تارگت کرده باشه. پس تو باید حتما ببین زوم، این خوبی زوم اینه، تو میتونی ریاکت بقیه رو در لحظه ببینی. زمانی که برات شما 3 نفر رو تارگت زده، تو رفتی و مصدق رفته به برات تارگت زده، من زوم بودم رو شما 3 نفر. نه خودت ریاکت دادی زمانی که مصدق برات تارگت کرد، نه محمد فرغانی کوروش ریاکت دادن زمانی که تو برات تارگت کردی. پس به نظر من صدام نمیاد. چی بود پس این سیمین نشون داد؟ پس به نظر من محمد فرغانی کوروش خودت توشون به نظر من برات جای خوبی زده. منم همونجا میزنم. 2 مصدق مافیاست برات 2 مصدق مافیاست. من نفهمیدم 2 مصدق مافیاست. آقا سلام، من محمد قربانی ام. خوشحالم دارم با تو مافیا بود. 1 2 3 4 رو قفل میکنم، بقیه‌تون شهروندی. بعدا هم اینجا تارگت میزنم تو بازی. نیکس. فهمیدم و فقط متوجه نشد. عرض ادب و احترام رفقا، استاد علی بیگی اسم من باهاتون بسم
صبح مشکوک بودی. صبح تو فهمیدی برات کل تارگت که زده درست بوده که 3 5 7 شما دو اومده یکی رو گردن گرفته، باید مسیر داشتی به دوی تارگت می‌زدی. دوی با برگه یه نفر دیگه وارد بازی شده به یکی تارگت زده، گفته آقای چیز من یه نفر رو تو این تارگت که داری میزنی آقای کی سیامک رو تو بازی مافیا ندارم، از تو رو گردن میگیرم. سیامک چرا باید مافیا شهروند کنی با برگه یه نفر دیگه بخوای به برات تارگت بزنی، بخوای اون گردن بگیری؟ تو حق تارگت شما دو نداشتی به آقای برات. پس خودتو نهاد میکنم تو بازی مافیایی. خود برات شهروندم. صبحان قد شده بود عرض صدا. ادب و خودت قطع کردی فکر کنم گاد رفت. آی عرض کوروش ادب و بفهم. احترام، خسته نباشید و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان عزیزم. آرزوی سلامتی و شادابی و شادکامی دارم واسه همتون عزیزم. بازی جذابی رو داریم با 9 تا دوستان عزیزم، درجه یکای گروه و صدای گرم و جذاب علی سمسار عزیز و مثل همیشه نام یاد شهدای راه آزادی وطن. عرض کنم که ببین علی بیگی یه چیزی بهت بگم. صبحان درسته به قول تو گفتنی باید به محمد صادق میزد، اما محمد صادق با یه برایند اشتباه وارد بازی شده، یه چیزی رو اشتباه شنیده. ببین چی شد. حالا ببین این که خود برات فهمیده که اون اشتباه شنیده داره به صبحان میگه نه دو مافیاست، این خیلی مشکوک داره. برات تو مگه متوجه نشدی اون اشتباه شنیده راجع به تو؟ خب چجوری بهش میگی مافیا؟ بذار فرد مگه فهمیدی اشتباه شنیده دیگه، فردا بهش بگو آقا. آیس. با سلام و عرض ادب خدمت دوستان. کیف میکنم باهاتون دارم مافیا بازی میکنم. اسیم سیت شماره 8 من. آره. خب آقای برات، بین اینا که گفتی آقای نصرالموس استعلام این مثبت تو میشه الان بگی دادا؟ بین اینا که گفتی 7 و منم دارم 7 و خیلی مشکوک داشتم اصلا فارغ از سایت. کوروش خودت مافیا اعلام کن اونجا قطعی، چرا اعلام نکردی؟ ای- این نمیدونم اشتباه گفته اون خوب گفته. آره برات و شهروند دارم نمیزنم تارگت بخوره. این محمد فرغانی هم یه تارگت بهش میزنم اینجوری نمیشه. بازی رو اونجا اصلا بسی دیگه، بازی رو بسی. آره. اون چنان ندارم اتفاقا، ولی با این که گفتی بازی رو بسی، اگه آیس یک پشت چند دقیقه کوروشه صبر. که آیس. مافیاست که بازی رو ازت برده دیگه نداشتی. اینو قبول آیس داری؟ صبر کنین آقای مصدق برگرد. خب، عرض می‌کنم دوستان خدمتتون که آقای محمد اونجا بازی رو این بستی. آقای محمد فرغانی درسته 3 رو خیلی شهروند داشتی، درسته؟ نمیدونم لایک تو خیلی شهروند داشت. حالا گفتی بازی رو میبندم اینا مافیا 3 رو. نه 3 رو نگفتی، گفتی 1 2 4. یعنی عملا به همه، یعنی از همه میتونی بید عقب. معارفه کوروش معارفه شهروندیش نبود. مرسی. کوروش یار فروش نیست، آیز میذاره که فردا راه. آقا سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان.
کاور میشه علی آقا بابت. تو 6 و 7 که قطعی مافیا هست، چون ذهنشون قفل بود که برن فکتای بالای بازی رو بیارن. صحبتای محمد فرغانی رو نشنیدن که قبل خودش رو همه رو کاور کرد، گفت بعد من پر مافیاست. الان میگن ما نشنیدیم، نفهمیدیم. آخ آخ آخ. چیه چند نیست؟ من نمیفهمم آقا شما چی میگید. سیت شماره 5 گفت من قبل خودم همه رو کاور میکنم، بعد خودم تا آقای محمد فرغانی نگفتی؟ لایک دیسلایک. همه رو تارگت کردی، بعد خودت همه رو کاور کردی. خب پس من برعکس شدم. و چرا اسی اینو گفت کسی لایک دیسلایک نداد، گفت این قبل خودش کاور کرد همه رو. کی رفت دوباره مصدق اومد. محمد فرغانی هر چی قبل خودش بوده رو تارگت کرده، بعدیا اومدن رفتن ادامه دادن. خب پس محمد فرغانی فردا باید بازی رو قول محمد فرغانی بچرخه دیگه، بعد خودش همه رو کاور. آقا سلام عرض ادب، حامدم سید شما رو ده خوشحالم تو جمعتونم. مرسی های سمسار برامون بازی رو کرد. من بازی که تصویرها رو که باز کردین اکتی محمد فرغانی علی بگی کروش رو مشکوک داشتم، ولی نمیدونم ذهنم درگیر اون تارگت اکتی ذهنی خودم بود، فکت ازشون گرفتم یا نه نمیدونم، ولی امروز برام مشکوک بودن. از علی بیگی شروع میکنم. علی بیگی شما با بیس مافیایی 2 شروع کردی ولی به 4 صبحان تارگت زدی به فکت مسیج. پس اول باید بیس مافیایی آی مصدق رو تو بازی تحلیل میکردی، با صبحان دیالوگ میکردی، چون معارفه مسیر نداره داخل بازی. شما بیس مافیایی تو گذاشتی رو آی صبحان شماره 4 داخل بازی. حالا آیه کوروش هم مشکوک بود، اصلا من که متوجه نشدم کوروش جان، اصلا با بیس شروع نکردی صحبتت، ولی مشکوکم بهت، فردا حرفاتو میشنوم دوباره. من برات به نظرم فکت متقن شهروندی شده مافیای مصدق تو بازی لاش داد وقتی با 3 تا کارت درگیر شده، ولی اینجوری که شما به مافیای محمد من قبل محمد فرغانی سبکش داشتم. شما نباید به مافیای محمد فرغانی تو بازی دیسلایک بدید، چون بازی هیچ ذهن تحلیلگری میتونه بین 4 تا اول 3 تا مافیا تصور کنه شما به مافیاش دیسلایک میدید. بین خودتون 3 تا مافیا دارین، پس محمد فرغانی تو بازی مشکوکی، گفته. مرسی دوستان. پایان روز معارفه. لطفا مایکام تصاویر بسته. آقای مصدق تصویرتون رو ببندید. با علامه من شب معارفه لینک برای 3 مافیای بازی ارسال شد. 3 مافیای چشم باز، دان مافیا، هکر مافیا و یار در گروهتون جوین بشه. تیم مافیا 30 ثانیه زمان داره. تیم مافیا جنبندی. چت نباشه. مرسی.
متشکرم. دوستان پشت سیستم ها گوشی ها آماده باشین. با علامه من روز یک بازی خوش آمدید. دوستان امروز بازی تک چالشیه. شماره 1 با طرف چالش بفرم. علی بگی قبل من. آقای کوروش تو فهمیدی که توی کل بازی باید چیکار کنی؟ بیای عرضم به خدمت بفهمی که بعد شماره 10 بوده یا 7 بوده، چه صورت مسئله رو پاک میکنه، چه 7 باشه چه 10 باشه. هر کدومو فهمیدی که شب و مافیایی فهمیده با برگه یه نفر دیگه به عنوان برات تارگت زده. پس شما تو قطعی توی بازی مافیاست، خودت مشکوکی. آقای سلطان، آقای سیامک، تو فهمیدی توی قبل خودت یه دونه فقط شماره 5 تو بازی مافیه، عملا شماره 5 برگه خودش با 4 نفر یک درگیر کرده. اون 4 نفر فرا بعد بهش تارگت. تو حق دخالت تو اون داستان نداشتی. اوکی علی، الان خود محمد فرغانی رو مگه شهروند داری که الان اومدی با کارتون تارگت زدی به محمد فرغانی 5 چیه؟ نه نمیتونی این کارو بکنی دیگه. تو قبل خود محمد فرغانی چند تا مافیا داشتی؟ فقط محمد صادق مافیا داشتی دیگه. منو که شهروند داشتی، تو 3 و 4 مافیا نداشتی. آقا اینا رو ول کن. امروز یک ساید خوشگل بین من آقای کوروش، دک شهرونده. این ساید خوشگل بین من آقای کوروش. سایدمو تو 10 تا میخوام براتون باز کنم. هر کی نماینده یا خودمو نماینده میگم سایدمو باز میکنم، یا هر کی نماینده شو آقای کوروش میاره رفت بیرون خون شهروند، فردا من تو اون میدم. فردا من میرم بیرون از دک. آره. نخواستین منو کوروش با هم دیگه بیارید بالا. 2 نفر نماینده بشن، منو کوروش با هم دیگه بیارید بالا. حتما هم 5 رأی بکنید چون منفی روش هست. حتما هم 5 رأی کنید. آره. آقای محمد صادق، فکت آقای محمد صادق همیشه با آقای سیامک تو جنگه. اصلا دلیل نداشت بیاد بگه آقای سیامک من شهروند دارم، آقای برای تو مافیایی. چالش تصویرها رو من ندارم، اگه کسی چالش میخواد داشتم سازم بگید تصویرها قطع. آقای برات، آقای کوروش، تصویرت هم ببند. آقای مصدق صحبت کن، صدات بهتر. چالش برای کوروش بعد من صحبت کن. چالش هم برای کوروشه. ببین آقای علی بیگی فکت آوردی برای من که من با کارت یکی دیگه رفتم به برات تارگت دادم، درسته؟ تو با کارت مجهول شماره یکی بلند شدی به من تارگت زدی. علی بیگی که خیلی ترنش برگشت گفت من 1 2 3 4 قفله، بعد گفت که همتون بعد خودم شهروندید 1 2 4 رو تارگت میکنم. نفهمیدم چی گفتی. گفت 1 2 3 4 قفله، بعد دوباره گفتی 1 2 بقیه‌تون شهروند دارم. نفهمیدم چی گفتی. من همینجا تارگت میزنم 5 و 6. آقای برات معروفه توی گروه ما با این فکت که اگر کسی بلند شه توی یه جای دخالت بکنه اون حتما مافیاست. درست آقای برات؟ لایک تو ببینم. این فکت شما هست یا نه؟ صدای من نمیاد داداش اینجوری میکنی. میگم شما توی گروه ما به این فکت معروفی که اگر کسی بلند شه تو جایی که نباید دخالت بکنه مافیاست. درسته؟ درسته. خب علی بیگی چی بود داداش؟ تو خودت من موقعی که بهت گفتم مصدق اشتباه شنیده گفتی حرف میزنم، یعنی گفتی دیالوگ میکنم. این اکتت بوده. آقای مصدق تصویر به ما میدین عزیزم؟ دوستان چالش آقای برات هم آخری ها بدم به من برگردونن. آخری ها کسی نمیخواد؟ آقای برات شما بید. گفتم فکتشو میارم آقای کوروش، گفتم فکت آقای محمد صادق میارم. فکت آقای محمد صادق
آقای محمد صادق من 3 نفر اسمشو آوردم، اصلا دلیل نداشت بیاد بگه من سیامک رو کاور میکنم تو رو گردن میگیرم. یک، گوش ندادی به باز این. یک دو، آقا این آقای سیامک الان محمد صادق گفت 56 رو مافیا دارم، من نفهمیدم صداش رو قطع و وصل شد. گفت 56 رو مافیا دارم. اوکی. آقای محمد صادق من قبل تو این دوتا رو ایگنور کرده بودم، گفته بودم خودت مافیا شماره 7 مافیاست. چیه؟ من چیم؟ من چیم؟ نه آقا تو همینا 2 7 سیامک هم ترشو دوست نداشتم. خانم سیمین بفرم. خانم سیمین بفرم. فریز شدنش. آقای فریدون شما 3 رو بیارین بالا لطفا. شما 2 رو هم بیارین سر جاش. آقای فرقانی تصویر. بفرمایید خانم سیمین. آخه کارت من میگه که بین آقای برات و محمد صادق تو این بازی مافیا قطعی هست. من آخرای صحبت برات رو نشنیدم، قطع شد چیز. آقای برات توی ذهنیتش این بوده که محمد صادق و کوروش هستش، علی بیگی اومده همسو با آقای برات تارگت زده، آقای مصدق تصمیم گرفته به علی بیگی بزنه ولی برات رو تحلیل نکنه. مصدق این کارت برای من خیلی مشکوکه. یعنی به نظر من آدز بالاتر بین تو و برات تو هستی، تو برات. بعد آقای سیامک دیسلایکی که ما دادیم به آقای فرقانی این بود که آقای فرقانی گفت بین 1 تا 4 مافیا زیاده. حالا من منتظرم که آقای فرقانی بعد از منه بگه بین 1 تا 4 کیا رو مافیا داره تو این بازی. آقای که به نظر بقیه دک تکمیل فقط بین 1 تا 4. تا الان برای من مصدق مشکوک بوده، حالا باز چالشش هم میشنوم ولی خیلی مصدق برایند این برایند حتی انتظار نداشتم. بس مافیا بازی میتونی باشی. بخوام به تو بزنم بعد به کوروش هم بزنم، چون کوروش هم مسیر توه. بین تو و کوروش مافیا هست توی بازی، یکی رفته کنم. بین تو و کوروش توی این بازی مافیا هست. آقای محمد فرقانی هم میشنوم. مصدق رو بیار بالا. چالش حامد حرف بزن. آقای برات شهروندی ریتم بازی رو تند نکن، چون بین علی بیگ کوروش حتما داخل بازی تو مافیا هست. گوش کن کوروش، من مشکوک نداری، گوش کن. آقای علی بیگی تو تصویر دیروز چی نشون میداده؟ شماره 7. آقای سیامک دیروز چی گفته تو بازی؟ بیس مافیایش تو 6 و 7 بوده. پس ذهنش باید با آقای سیامک معتمدی بوده، میرفت امروز کوروشی که تو تصویر داشت نشون میده تارگت میکرده، رفته دوباره دو محمد صادق رو تو بازی تحلیل کرده. آقای کوروش فهمیده فکت تو رو آقای علی بیگی میشسته، خودش علی بیگی تو بازی تارگت نکرد، به تو گفت باید میرفتی علی بیگی تو بازی تارگت میکردی. پس تارگت تو رفت به تارگت مصدق تارگت زد. امروز کارتاتون رو میکشید کنار، 6 و 7 با هم 6 و 7 با هم سایت میگیرن داداش. 6 هم مافیاست، 7 هم مافیاست به نظر من. برات جان با من یه نکته بگم، 3 نفر قبلی من از مسیر دیالوگ یا ایگنور با شماره 5 آقای محمد فرقانی وارد شدن. پس حتما محمد فرقانی شهرونده، چون قبل من مافیا هست تو 1 2 3 به نظر من هست. آقا خودتون هم اونجا مافیا داشتید. آقای برات نمیتونی به من دیسلایک بدی. شماره 5 حتما شهروند. خدمت شما عرض کنم که بین خودت مصدق کوروش بیشتر از 1 مافیا نیست. تو نمیتونی بگی مصدق و کوروش با هم یارن. این دیالوگ کلا غلطه. مصدق دیده بود تو یارشو تارگت کردی، شو کتاب باز اومد رفت یه جای دیگه تارگت زد که تو ایگنورش کرده بودی. پس این که هیچی. بین خودت مصدق کوروش 1 مافیاست. محمد فرقانی شما 3 نفر به خصوص سیمین با اون دیالوگی کرد که شهروند کرد. اسی به نظرم شهروند بود. پس حتما باید تو سیامک حامد امروز تارگت میزدید با اون بلایندی که گذرونده بودن که تارگت نکردید. تو سیامک حامد حتما مافیا هست. تو شماره 1 3 پر مافیاست.
چالش کسی نیاز داره؟ چالش میسوزه. آقای سلطان بعد از من صحبت. چقدر تو شهروند بودی حاجی شما چهار. بنظرم شهروند تو واضح بین 1 2 3 یه دونه مافیاس داخل بازی. یک تو 6 7 8 9 تو 6 7 9 10 دو تا مافیا نشسته داخل بازی. تو 6 7 9 10 دو تا مافیا نشسته. 1 تا 3 یه دونه مافیاس داخل بازی. خارج از ساید اسی رو کاور میکنم، 4 هم کاور میکنم تو بازی. نظرم اینا شهروند بودن داخل بازی. برات امروز داداش عزیزم برات اصلا مهم نیستش ساید تو نمیخوام بگم تو مافیا باشی بین 2 3 7 یار نداری. اگه برات تو مافیا دارید باید برید به علی بیگی سلطان تارگت بزنید، بگید اصلا علی بیگی هم شهرونده، تو اسی تو با اسی من صبحان باید تارگت بزنید. آره پس یک و دیگه تارگت نمیکنه. تو 1 2 3 یه دونه مافیاست بین خودتونه. 6 7 9 10 داداش اینقدر زود معارفت رو ریختی دور. تو دیروز بسته بودی قبل خود دک مافیاست، با یه صحبت صبحان دک عوض شد اومد بالا، مافیا با قبلی تو همه شدن شهروند. با کتاب بازش شد صبحان تو لایه 2 تو رو مافیا داشت، گفت چون بالایی بهت گفتن شهروند بهت میگیم شهروند. فهمیدی صبحان عجب شهروندیه. تو لایه 2 صبحان می‌خواسته تارگتت کنه کتاب باز، چون اونا بهت گفتن شهروند بعد تو فهمیدی بالا یک دونه مافیاست. لازمه مافیا بودن ما اینه که بالا پر مافیا باشه یه مافیا پایین باشه. تو همه ساید میگرفتی با صبحان فهمید بالا سر خودش پر مافیا تو رو شهروند کرد، تو فهمیدی بالا سرت صفر مافیا یه مافیا. بعد از من 5 صحبت کنه یه پلاس واسه من بگی. آیه محمد فرقانی بوده به بازی من چی بوده؟ تارگت زدن به 2 6 9 10. چرا باید برام فالو چین کنی؟ به نظر خودت تو زن خودت بین یک و دو مافیا باشه حامد قطعا توی بازی مافیا. حامد فهمیده یک و دو با هم دیگه شهروندن، نشه ریتم بازی رو طور نکنه بیاد سایت بری منو کروش بگیره. تو مستقلا بعد منو گردن گرفتی حامد. من کل فکت بازی واسه تو بوده. تو فهمیدی روز ترن معارفه من به 2 تارگت زدم، بعد دوباره انقدر مافیا داشتم که اومدم به صبحان دیالوگ کردم. صبحان تو اگه شهروندی باید به 2 تارگت میزنی. امروز سایت میخواید باز کنید 2 قطعی تو این بازی مافیاست. کوروش هم دیگه نمیذارم فعلا تارگت بخوره، چون حامد به کوروش تارگت زنگ نمیخوام تارگت. حامد مطمئنم تو این بازی میخواید سایت باز کنید، منو نماینده میکنید تک رای حامد رو بازی میکنید بیرون، فردا دوباره بازی میکنید بیرون. آیه برات بهت گفتیم شهروند ازت نترسیدی، بهت گفتیم شهروند کی 4 صبحان شو شهرونده. صبحان شوش آقا بازی کن برات موضع بده به آدم. من مافیا روز یه روزم، امروز منو نماینده میکنید حامدو. دو حامد آقا برات سر برگه 2 داره خود حامد میگه یک و 2 با هم دیگه نجنگید، سایدو انداخته جای دیگه. متوجه فکت بازی میشید. امروز موضع میدید، امروز من نماینده میکنید بین 2 و 10 میارم بالا. تو هم نماینده شو، تو هم تارگت خودت بیار بالا. عزیزم ساید اونجوری نیست. ساید اینه که خودت با آقای حامد داخل نمایندگی 2 نفر نماینده میشن خودتون رو داخل بازی میارن. ساید اینجوریه داخل. خب تو 1 2 3 چند تا مافیاس آقای سیامک؟ تو 1 2 3 چند تا مافیاس به نظرت؟ 2 1 آخر تنش دور نواز کرد، 2 رفت به این بریا تاگت زد، 3 گفت تو 1 و 2 تو بازی مافیا 2 تا مافیاس. خب برو گردن بگیر داخل بازی. یارم کدومن؟ یار من کدوم بود؟ ها یار من کدوم بود عزیزم؟ پس من که حتما شهروندم داخل بازی. این 6 عزیزم تارگتاتو باهات باکس کردم، گفتم تو شما 2 تا مافیاست، نگفتم خودت حتما. چالش ما صادقی میخوای بک تو؟ چالش کی میخواد؟ نمیبینم. آی صبحان بفرمایید. خودت باید حرف بزنی اول. حتما باید خودت اول حرف میزدی. بذار من حرف بزنم نه برو نه زیر نه مایک نه 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 برو زیر مایک ادامه صحبتام گوش بده. ببین سیامک چیزی که داری میگی، خب ببین 1 2 3 توشون یک مافیا باشه 5 شهرونده دیگه. 5 شهرونده، چون 5 فشار گذاشته دیروز اونجا. اینا امروز میتونستن تارگتش بکنن نکردن. ما با همین وارد شدیم تو بازی. برات 5 مافیاست. 5 مافیاست. خب برو با 5 سایت بگیر.
همون کارو باید میکردی. چرا رفتی با 7 ساید گرفتی؟ 7 که رو شما فشاری نذاشته بود. 7 رفته بود تارگت رو تو تارگت کرده بود. چجوری فهمیدی 7 مافیاست؟ 7 رفته بود گفته بود مصدق مشکوکه. چجوری فهمیدی 7 مافیاست؟ هر کدومتون مافیا باشین باید 9 و 10 همو گردن بگیرن، گردن نمیگیرن. 9 و 10 حتما باید همو گردن بگیرن. چون آقای حامد معتقد اونجا آقا ترن چالش حامد رو شنیدین؟ برگشته میگه که به آقای برات میگه که آقای برات علی بیگی و کوروش با هم مافیان. آقای حامد چالش گرفتم به اونی که داره گردنم میگیره مسیر یارمو میدم، میگم برو یارمو بکن بیرون. کتاب باز تو روز یک میگم برو یارمو بکن بیرون، مسیرشو دارم میدم. میگم آقای برات فکتی که تو همیشه تو بازی ها میاری روی این آقای علی بیگی داره میشینه ها، چرا نمیری یارمو بکنی بیرون؟ دوتایی با هم مافیاییم. نه امروز که اب نداره، اب نداره آقا، مگه نمیگی دوتایی با هم مافیاییم؟ اب نداره، چه این همه کاورش میکنم امروز دنگ نمایندگی هم بهش میدم. کتاب بازی شما مطلب. چالش میدم مصدق. بذار ببینم چی میگه بعد من صحبت کن. مصدق به نظر تو بین 6 و 7 میتونی یه چیز داشته باشی، کار داشته باشی؟ آقا برات 7 تا همچنان هستی روش یا نه؟ آقای برات 7 تا هستی؟ اومدی یه زرگری زدی اومدی عقب. میخوام نماینده کنم ادونو بیاری، منو نماینده کن 7 تا بیارم. من هر دوی هم حامد و قیامت اونجا مافیا ندارم، نگرفتم. اگرم مافیایی بود من نگرفتم. فکر میکنم بین 1 و 2 یه دونه مافیا هست. بین کوروش و علی بیگی هم اگه یه دونه مافیا باشه، یه دونه مافیا باید بین صبحان و این محمد حتما باشه. اگه 3 رو همه دارن بهش میگن شهروند دیگه، منم کارت رو میدم شهروندی. از سیامک و حامد مافیایی نگرفتم من. یعنی مافیا فکر میکنم قبل خودم. درسته؟ درست فکر میکنی تو هم با من اینجوری فکر میکنی؟ آقای سبحان، شرط شهروندی 1 2 3 برای شما چی بوده؟ که محمد فرغانی رو تارگت کنن، درسته؟ آره دیگه، الان گفتی تو 1 2 3 باید میرفتن محمد فرغانی رو تارگتش میکردن. کی تارگتش کرده؟ فقط من به محمد فرغانی تارگت زدم، درسته؟ کی داره منو گردن میگیره؟ شیش علی بیگی. بسم الله، علی بیگی گردن بگیر، از یک بکنش بیرون. علی بیگی تنها کسی که المان شهروندی تو رو داره تو دک که به محمد فرغانی قبل خودت به محمد فرغانی باید تارگت میزد، من زدم. علی بیگی فقط فهمیده من مافیا. آره فریدون، سیمین رو بیار بالا بی زمان. چالش کی میخواد؟ چالش چالش خانم سیمین بعد من صحبت کنه. آیا علی بیگی، من و حامد از رو چه کارتی باید همدیگه رو گردن بگیریم که صبحان میگه سری لایک میدی؟ ها چرا اینقدر سری کنسه میخوری؟ صبحان تو دک نوآدزه، نوآدزی. های صبحان تو لایه 2 اومدی آیه محمد فرغانی رو تارگت کنی، انداختیش به جون بالا سریا، گفتی آقا پس اینا مافیا بودن. آقای محمد فرغانی اومد مثلا بازی تو رو ادامه بده، خراب کرد. گفت آقا پس قبلی من یه مافیاست، بعدی من پر مافیاست، همونجا بین تو و محمد فرغانی سایده، بهش گفتی شهروند، پس تو نوادزی. همین یه فکت ساده. من بعد با حامد چرا ساید میگرفتم؟ کارت کی؟ از کارت کی باید با حامد ساید میگرفتم؟ ساید انداختی بین من و حامد. آقا دنگ نمادی رو به من بدید، صبحان بکنم بیرون. صبحان که نوادزه به نظرم. یارم داره تو هم این علی بیگی الان فهمیدی فکتو؟ الان فهمیدی یا نفهمیدی؟ ده صحبت کنه، الان ده صحبت کنه. نکس.
آقا متاسفانه من یه قطع میشم، ولی ببینید این آقای محمد فرقانی نمیتونست توی بین 1 تا 4 با برایندهای مختلف با هم دیگه بگه یک دونه مافیاست، بره بگه بین اون 6 و 7 و 8 و 9 و اینا مافیا زیاد هست. دیروز سیامک گفته بین 6 و 7 و تو پیوی خودش میذاش سیامک باش هم مسیره دیگه. سیامک رو از تو اون چینه در می آورد بیرون. من آقای برات گفته بین محمد صادق کوروش، مصدق گفته بین علی بیگی و خود محمد فرقانی. من گفتم آقا بین اینا من همسو نیستم با مصدق، فکر میکنم مصدق باید میرفته در خونه برات رو میزده. صبحان اومده با یه برایند دیگه گفته پس بین برات و سیمین سیامک حامد هست. چجوری پلیر فهمیده که بین مصدق رو بیارین با. چالش چالش نگرفته، یه نفر نگرفته، تک چالشیه. سی صحبت. ببین من هر جوری حساب میکنم چینه اینجوری که میگی بین اگه آقای صبحان شما کارتت شهروندیه و این محمدم شهروندهاری، پس باید بگی بین 1 و 2 یا 7 و 6 یه جا هر دو مافیا. میتونی بگی اینو؟ میتونی اینو بگی آقای صبحان؟ 3 رو داری؟ 3 رو داری؟ ندیدم بگی تو ترنت اسمشو بیاری 3 رو. قربونت برم. آقا چند تا فکت متقن تو بازی هست دیگه. پس کوروش فهمیدی معارفه هیچی نفهمید از بازی، امروز فهمید آقای برات بعد میرفت با فکت خودش علی بیگی رو گردن میگیره. پس علی بیگی تو ذهنش اون لحظه باید مشکوک می‌داشت. یه حامدی چالش گرفت گفت آقای برات با مصدق نجنگ، علی بیگی هم مافیات داخل بازی، ذهنش باید به من حامد معتمد میمون داخل بازی. فهمیدم یا آقای علی بیگی تو تصویر تو معارفه عدد 7 رو نشون میداد. آقای سیامک چی گفته بوده تو معارفه؟ گفته بین 6 و 7. پس ذهنش باید با آقای سیامک معتمد می بوده. امروز اگرم مافیاش باید میرفت دوباره کوروشی که تو تصویر بعد خودش مشکوک بوده رو نشون میداد، تحلیل میکرد. بعد سیامک دوباره رفت دوی مصدق رو تو بازی تحلیل کرد. امروز پس فهمیدن آقای مصدق آقای کوروش برای جفت با هم شهروندن. درسته من مافیا بودم، آقای برات می‌خواست شهروند بکنه بیرون، دوی مصدق یارم بود. نگفت نرفتم بگم دمت گرم داداش همینو بده بیرون، زرگری میکنم با یارم، اونم به نظرم مافیاست همین کوروش رو بده بیرون. رفتم شاخکاشو تیز کردم گفتم نه اون دو یارم به نظرم مافیا نیست، این دوتا شهروند رو بیا با هم دیگه بکنیم بیرون. مرسی دوستان، اک نباشه. مشت ها گره کرده. میریم برای انتخاب نماینده اول از شماره 1. شماره 8 1 رو نگرد. حامد 1. همسین. های مصدق 1 رو نگرد. محمد. صداتون نمیاد آقای فرقانی. شماره 5 1 رو نگرد. دنگت هم بده. دنگتون آقای فرمان. 6 آقای بیگی 1 رو نگرد. دنگتو بده. محمد فرقانی. آقای فرقانی 2 رو نگرد. آقای کوروش. فرقانی. آقای سیم. آقای براتی 1 رو نگرد. آقای سیامک. برات آقای حامد. اسی به برات داده بود. دنگتون آقای حامد. من برات اگه اسی هم داده برات میشه 3 برات. 3 آقای برات، 3 آقای فرقانی، هر دوشون نماینده میشن دوستان. نماینده اول آقای برات، نماینده اول آقای فرقانی، نماینده دوم آقای برات. آقای تصاویر بسته.
تیم مافیا پس از مشورت اعلام رأی خیانت. اعلام رأی خیانت. سریعتر. رأی خیانت رو در بات اعلام بفرمایید. مرسی. گروه مافیا چت نباشه. پشت سیستم آماده باشه. با اعلام روز میشه. نماینده اول آقای فرقانی بفرمایید. دوستان تصاویر باز. آقای حامد تصویر. برات عزیزم به نظر من یه 9 لحظه آقای مافیا. فرقانی. یه لحظه. آقای برات تصویر. آقای حامد تصویر. بفرمایید آقای فرقانی. به نظرم 9 مافیا فارغ از ساید خودت تو بازی، به نظرم 9 مافیا، چون فورس مافیاییش 4 خودش نمیره 4 تارگت کنه، ما رو تارگت میکنه. ول دیسلایک چی؟ نماینده بازی کردی داداش. خب و تارگت ها رو باید عوض کنی. کیو میخوای تارگت کنی؟ من 9 با مافیاست، 9 و نیاری که چینت میکنم. میخوام مثبت منفی تو مون نباشه. کی مافیاست به نظرت؟ من بیارم تو 9 بیار. کی مافیاست به نظرت داخل بازی؟ خودم بیارم داخل بازی. خودم بیارم، من مافیام داخل بازی. من 9 میارم داخل دک. مرسی آقای برات بفرمایید. نه 9 و 10 رو کاور میکنم، سرم کاور میکنم، اسیرم کاور میکنم. آره تو دو مصدق خودت، صبحان، آقای کوروش، آقای علی بگی چین نشسته. خانم سیمی ترس کنسه داری؟ من ستای آخری بهم دنگ چیز دادن، نمایندگی دادن. کی رو داشتم تارگت می‌کردم؟ آقای کوروشو. شهروند بود من نماینده نشدم. داشتم تبر می‌زدم. بفرمایید. آره من آقای کوروشو میارم. رأی بدید، رأی بدید ساید من باز شد تو درتا. مرسی. فردا کاور تو برای رو آقای میدم بیرون. مرسی. کاور برای آقای سیامک. آقای سیامک بفرمایید. کاور میدین؟ حامد صحبت. آقای کوروش. کاور برای آقای کوروش. بیا آقای صبحان بیا صحبت. ابتدا آقای حامد. اول منو فرمودین. بله بفرمایید. متشکرم. آقا من شهروندم، داشتم تو ساید برات بازی میکردم. آقای کوروش، آقای علی بیگی رو تارگت میکردم. سیامک اگر مافیا بود، آقای صبحانی که داره هم ساید با اینا رو کاور میکنه رو تارگت نمیکرد. ساید جدا باز میکرد، میرفت جای دیگه خودش تارگت میزد، یا اصلا تارگت بود خلق نمیکرد که بگه منو نماینده بکنید. صبحانی که داره تو ساید این شهروندا بازی میکنه، اون یه دونه شهروندم تو بازی من بیارم بکنم بیرون، ساید خودم رو تو بازی باز کنم. پس امروز آقای سیامک کسی رأی نمیده. مطمئنم نمیفهمی چی میگی، یعنی شک ندارم اصلا متوجه نیستی چی میگی. دیروز شماها منو مشکوک داشتید سیتای بعد از من که من نرفتم مصدق رو تارگت کنم. امروز
فهمیدید نباید مصدق رو تارگت کنید، باید خود منو دوباره تارگت کنید. چرا من باید تارگت میشدم؟ چون تو سیت شماره 10 چالش گرفتی، گفتی یک و دو هر دو شهروندن، جنگ نکنید آقای برات، آقای کوروش، با هم دیگه جنگ نکنید. آقای سیامک فهمید هم یک من میتونه مشکوک باشه هم کوروش، پس بینتون سایت بوده، گفتم همون گردن بگیرید. چرا نفهمیدید باید همون چجوری باید گردن بگیرید؟ چجوری اینو نفهمیدی؟ آقای سیامک داره میگه لایه دو تو رفتی به محمد فرغانی تارگت زدی. میگم استاد قبل من مافیا هست، مافیا نرفته به این تارگت بزنه، پس شهرونده. لایه دو چیه؟ تو لایه یک هم نمیتونی بازی کنی، مرسی. صفری. امروز زنگ میدید سیامک میره، کوروشو حتما کاور میکنم. مرسی. دوستان اکت بدین، حق رأیتون رو میگیرم. آقای سیامک دست. شنیدین صبحان یک کلمه راجع به کوروش صحبت کنه؟ داشت تو تارگت ما رو گرفتی نه کاور کوروشو. بعد داشت برای خودش توضیح میداد ما کی شما رو تارگت کردیم. آقای صبحان شما تو لایه دو فرمودین آقای محمد فرغانی که میخواستی تارگتش کنی چون بهت دیروز گفته بود مافیا دیگه، شو گفتی چون بالا سری ها تارگتش نکردم پس محمد فرغانی شهرونده، پس بالا سر خودت دو تا مافیاست. این عین دیالوگ خودته. محمد فرغانی اومد تو ترنش و گفت تو با چقدر تو شهروندی، پس بالا کم مافیا، بعد تو دوباره مافیاست، 19 حتما مافیا. دوباره آقای صبحان صحبت کرد، گفت تو 19 باید با هم سایت بگیرن. از چه کارتی؟ علی بیگی لایک داد. گفتم علی بیگی من از چه کارتی باید با 10 سایت میگرفتم؟ این ده یار من بود الان اومد اینجوری چیز کرد، یا موضوع آگاه من بود که شما میدونستید یه دونه مافیاس اینجوری الان کاور منو گرفت. آقای صبحان گفت حتما رای بدید سیامک بره بیرون. نه آقای محمد فرغانی کنسه خوردی تا ناموس، کنسه خوردی تا ناموس. آقای خب الان پس فهمیدیم که آقای صبحان تو لایه دو میخواسته منو بکنه بیرون دیگه. آقای سیامک با توجه به گفتنه، پس من میشم شهرونده دیگه. آقای براتو دیدین چه فکتی واسه من آورد؟ گفت من میخواستم یه کوروشی رو بیارم بالا. آقای برات تو خودت به کی دنگ دادی؟ به حامد. حامد چی گفته بود؟ کوروش. آقای مصدق به شما به 8 رای دادی، 8 گفته بود کوروش، درسته؟ آقای مصدق به کی دنگ داده؟ حامد. حامد چی گفته بوده؟ کوروش. خانم سیمین به کی رای داده؟ به آقای مصدقی که به حامد رای داده. بعد میگی دنگ تو اتمسفر بازی میگفته من دارم پوش میشم، تو اینو نفهمیدی؟ اتمسفر بازی داشته میگفته من دارم پوش میشم از بازی، تو اینو متوجه نشدی؟ هولت دادن که منو بکنی بیرون، بعد میگی تو دنگ نیاوردی. چجوری دیگه با دنگ میآوردید که من پوش بشم روز یک بازی؟ سیامک شهروندت هم که به من گفت شهروند. خب رأی نمیدید دوستان امروز. فریدون جان لایو رو قطع کن، لطفاً مایک و تصویراتون رو ببندیم. کن نزن، من یه رأی آزمایشی بگیرم. آقای کوروش تصویر میدین. دوستان دو دوست در دفاع هستن و هم حق رأی ندارن.
یه رأی آزمایشی میگیرم برای خودم. رأی میگیرم برای علی 1001 1002 بریز. مرسی دوستان، سریعتر رأی بدین اگر قصد رأی دادن دارین. 1002 که گفتم رأیتون رو شمردم دیگه. فریز دستتون رو نگه دارین تا رأی رو بشه. دوستان رأی میگیرم برای تارگت نماینده اول آقای محمد، برای شماره 9 آقای سیامک 1001 1002 بریز. آقای فریدون رأی رو دیدین. 4 رای. 4 رأی. رأی میگیرم برای تارگت نماینده دوم آقای کوروش 1001 1002 فریز. 2 رأی. 3 رای. 3 رأی درسته. بله. بله. با احتساب رأی خیانت افزایشی روی تارگت نماینده اول آقای سیامک 5 رأی. آقای کوروش 3 رأی. وصیت آقای سیامک. یک فهمیده بود که توی 9 و 10 یه مافیا هست، ما باید بریم سایت. درسته. حامد اومد کاوری ما رو گرفت، پس نباید به من رأی میدادید دیگه. حامد میشد سایگاه من. اینم نفهمید. فکت آوردیم تو علی بگی لاگه فکت صبح سفید فکت فرغانه میره بیرون. فکت محمد فرغانه صبحان کارت شهروندی من رو کارت صبحانه. فردا فقط نکس میده محمد فرغانی میره بیرون. بعدش علی بگی میره بیرون. این دوتا پشتم شریف بیرون. مرسی آقای سیامک. تو دک متشکرم. جفت اینا میدید بیرون. خسته نباشین. خداحافظی کردیم با ما که شماره 9 آقای سیامک. لطفاً ما 4 تصاویر بسته با اعلام شب میشه. آقای سیامک تصاویر تو رو میبرم. اکتی روی زون نباشه. مرسی. مینگذار اگر در بازی هست اکت. اگر در بازی هست اکت. تیم مافیا اعلام اکت. تیم مافیا دیگه چت نباشه. مرسی. مافیا دیگه چت نباشه. متشکرم. اکتای شهروندی باز. راهنما اکت. دوستان بات رو چک کنیم. متشکرم. مرسی. پشت سیستم آماده باشین با اعلام من. روز میشه. در دیروز بازی خدافزی کردیم با شماره 9 آقای سیامک. در دیشب بازی آقای مصدق تصویرتون رو ببندید.
استلام اگر می‌خواید. استلام اگر می‌خواید. بله رأی میاد. خروج دو شهروند. آقای سمسار من دیزیبل شدم تصویرمو هاست دیزیبل هم کرده تصویر نمیتونم بدم. یه لحظه رو ماچ نمید. آیه فریدون تصویر داری حامد جان آره. تصویرتون هست آیا؟ الان نوشت اجازه داده شد. من اوکی تصویرها آقا رو بفرمایید. ندارم. الان تصویرها میشه باز و بسته بکنن. دوستان تصویراتون رو یه بار باز و بسته کنید. نیومد آقا تصویرها کیا باز. چالش. من برم تو دفتر بشه. کیا چالش میکنه آقای علی؟ چالش آقای برات چالش میخواد. آقای برات آقای بعد من صحبت فروغانی کنه. من چالش میخواد. برات میدم. آقا من رأیم برای بفرمایید. سیامک افتاد. تصویر من نتم با خور. من رأی تأخیری دادم به کوروش. چرا رأی ندادین؟ تیمی من تصویر تو دادم. من رأیم برای سیامک افتاد. نه پس کی رأی داد سیامک رفت؟ سبحان کوروش علی بیگی شوهن سه تاشون. شهروند ما داشتیم کاور میکردیم. امروز آقای صبحان اصلا مشخصن. آقای محمد فرقانی چی کار میکنی داداش؟ من یار مصدق بودم دنگ داد به من به برات نداد، یا برات یار من بود به من نداد به اسی داد، یا اسی یار سیامکی بود که شهروند خون. سه تاشون با هم مافیان. متشکرم. تام فکت متقن آوردم. خانم سیمی چرا رأی دادی به سیاه؟ مگه صبحانه حتما مافیا نداشتی؟ چرا رأی دادی به چیز؟ امروز که بازی هم نمیخوره. من چون هم در و شهروندم نو که خونده شهروند. امروز بازی هم نمیخوره. فقط آقای صبحان میاد بالا، آقای صبحان میره بیرون. بودم نبودم آقای کوروش حتما مافیاست. یه آقای علی بیگی هم مافیاست. آره یعنی مرسی. خانم سیمی کار شهروندی فقط میگه آقای علی بیگی مافیاست. هیچ کس دیگه مافیا متشکرم. امروز فقط آقای مرسی. صبحان. آقای فریدون مایکا رو ببر من بهتون. آقای اسی بفرمایید. حالش میدم سیت شماره 3 بعد من صحبت. خانم شماره 3 چرا رای دادی به چیز؟ تو چین شهروندیه بودی، چرا اومدی رای دادی؟ رای اولم دادی، چرا دادی؟ امروز بازی میکنم باش تا برات باید بازی کنیم. کوروش صبحان مافیا داری؟ صبحان نداری نه؟ داری. منو مافیا داری؟ آره منو مافیا داری؟ یه شهرونده اجماع شده 4 تا رأی آورده، اومدم رأی دادم به تو مساوی شه بشه 4-4. آره کوروش میاد بالا، این صبحان میاد بالا. ببین برات صدای من دارید؟ چون من برام فریز شدی بعضیات صدام اگه داری اسی تو رو دارم لایک بده اگه صدامو داری. صدام میاد. ببین برات خیلی واضح بود صبحان میخواد کارت کوروش رو با کاور گرفتن سیاه کنه. خیلی واضح بود. بعدم این که من وقتی دستمو بالا آوردم دست صبحانه دیدم دیگه دستم همونجا نگه داشتم چاره دیگه. ولی خیلی واضح مشخص کاوری صبحانه گرفته، کاوری کوروش گرفته یه کارت اینو سیاه بکنه. اینو متوجه نمیشین پلیرای تو سطح شما. من خیلی واقعا بر خودم متاسف میشم. من با علی بیگی هستن صبحان قطعی توی این دک مافیای بازی امروز باید خروج پیدا بکنه، ولی برای کوروش آدز شهروندی قائل بشید توی این دک، چون مشخصا صبحان خواست کارتشو سیاه بکنه. به چرخه. چالش 4. بیا صبحان بیا صحبت کن. یه لحظه علی جان، من یه دقیقه پارک کنم الان. یه چند ثانیه.
خب چین خوشگل من آقای محمد فرغانی علی بیگی یه تکون بدید به خودتون، چون شو شدیم. بچه‌ها چین زدن، گفتن من محمد فرغانی علی بیگی گفتیم 3 تا کارتمون رو شو کنیم رو کارت سیامک، تازه رأی مثبت هم بذاریم رو خودمون. یعنی یه مثبت بذاریم رو خودمون، 3 تایی هم رأی بکشیم سیامک رو ادک بکنیم بیرون. گرگه آقای فرات ما رو بگیره، حتما مافیایی. آج نداری مافیا نباشی. کوروش مافیای کارت تو کیه؟ کارت تو کی میگه مافیاست؟ کی تو رو آورده بالا؟ مرسی. حتما باید امروز برات ادک بکنید بیرون، چون من شهروند کردم بیرون، شهرونده گفته زبان شهرونده. ببین صبحان تو با کاوری که از من گرفتی عملا گفتی کوروش رو بدید بره. ببین آقای اسماعیلی معتقده که رأی به من داده که رأی اونو مساوی کنه، فهمیده بوده که ما جفتمون شهروندیم، بعد الان میگه کوروش بیاد بالا صبحان بیاد بالا. بعد آیه حامد دوست من اینا رو چجوری باید شهروند ببینم؟ من میگم 4 8 10، من میگم 4 8 10 بازی میگه من حالا کار ندارم به شهروند نمایش، ولی میگه من رأی دادم تأخیری افتاده، میگه من رأی دادم تأخیری افتاده، بعد الان داره با من دیالوگ میکنه میگه آروم باش، میگه آروم باش. من اینا رو چجوری باید شهروند ببینم؟ هشتم قفله. حامد بعد من صحبت حامد بعد من صحبت واقعا حرفای حامد رو میشنوید تو بازی رأی نمیدید بهش. حامد مستقیت من تصویر ایشون ندارم، قبل لبخونی میکنم میگه جنگ خودتون انجام بده. من کاری به جنگ شما ندارم. من شاید جفتتون با هم شهروند دارم، چون میدونم تو بازی حامد مافیاست، چون فهمیدم تو بازی خانم سیمی مافیاست. آیه برات موزه نمیدید، هر کاری دوست دارید بکنید، یعنی آخر بازی میفهمی که شما ده تو بازی مافیا بوده، میگی من که میدونستم ده تو بازی مافیاست، من یه مافیای خودم داشتم، خانم سیمی تو بازی قطعی مافیاست. قفل می‌کنی مهم نیست برام. بعد روز قبل من کابل گرفته بودم دیروز که اگه نمایندگی نیاوردم. آره، حامد تو بازی قطعی مافیاست، خانم سیمین تو بازی مافیاست، یه دونه بین برات و صبحانه، جفتتون هم به سیمین تارگت نمیزنید. بین برات و صبح کی 7 شهرونده، 8 شهرونده، 9 شهرونده، 11 شهرونده، خانم سیمین تو مافیایی با اون حامد، مطمئنم با هم. آره خانم سیمین یار ما بود، شما دیروز شما پلاس گذاشتین با 3 تا میرفتی، خانم سیمین گفت یه رای بنازم خودم هم شوک کنم. آقای محمد فرغانی ترکوندی داداش، برمیگردی با اون سایت بازی کردی. یه لایک دیسلایک بده، من امروز میرم بیرون. یه لایک دیسلایک بده. خانم سیمین اشکال نداره، صبحانو میدم بیرون، فردایی بین کوروش علی بگی یاقی بلند شد قبول میکنی کوروش هم مافیا، 3 تاشون با هم مافیان، همتون شهروندین. دیروز رای دادین شهرونده رفت تموم شد، 3 تاشون با هم مافیان، ولش کن تمومه، با هم مافیان. آقای صبحان، آقای کوروش، آقای علی بگی خیلی فکتاشون 100 تا فکت آوردن براش. اسی بعد از من صحبت. خب امروز که فرصتون باید علی بیگی باشه داداشا، امروز که باید علی بیگی رو برید تارگت کنید. فورس تارگتتون باید علی بیگی باشه عزیزم. داداش من سیامک رو کردم بیرون چون نفهمید من شهروندم. بیس مافیاییش 4 بود، باید میگه بین 1 2 3 4 2 تا مافیا نشسته که من مافیام. پس ول کن، امروز علی بیگی تو بازی مافیا. من که موضع میدم به 10. به برات که موضع، برات مگه سایت باز کرده یا به کسی گفته بود مثلا شهروند داخل بازی؟ امروز موضع دست 8 و 10 داخل ده 8 و 10 صحبت میکنم، من با دست شما تو بازی رای میدم. آره، به برات الکی موزه ندید داخل بازی بره سیف سایت تو 8 تا بگیره. منطق 8 تا اینه که علی بیگی بره تو بازی. آقای سبحان، الان آقای کوروش و مافیا داری نداری؟ اینو من بگو ببینم. نداری مافیا نداری؟ نه
برات و مافیا داری؟ برات و مافیا داری؟ خب عکس بده داری. اگه برات ما ببین هر کی که مافیا باشه کوروش میشه یارش. برات آقای کوروش یه نفر شما رو آورده بالا امروز اسمش تو نمیاری. چیه برات آورده بالا، من رأی دادم، حامده رأی داده، خودش رأی داده، امروز اسم آقا من مافیاتم. چالش میدم کوروش بعد از من صحبت کن. بعد از من یه دقیقه خوب به من گوش بده. خب یه آقای محمد فرقانی کارتت که شهروندی هست دیگه انشالله. اگه کارتت شهروندی خوب بر به من گوش بده. توی شهروند اومدی بالا، آقای برات شده نماینده. برات چی بوده که نخواسته استلامش بیاد تو؟ استلام تو رو خواستم بیارن تو بازی. تو باید حتما بری برات تارگت بزنی. اینا فهمیدن من مافیام، تو یارمی، علی بیگی مافیاست. پس کوروش شهرونده دیگه. پس برات دیروز کوروش آورده بالا دیگه. پس برات شهروند داشتی میکرده بیرون دیگه. برات که آدز نداره یاقی نباشه. یا تو هشتا برات رو میکنه بیرون حتما یاقی. حتما یاقی. این چی عزیزم؟ دست دراز میکنه اینجوری میکنه چیه؟ نه، هفت حتما شهرونده. هفت حتما شهرونده عزیز من. بین 9 و 10 مگه ما نفهمیده بودیم مافیاست؟ 10 که امروز مافیاست، تو داری بهش میگی به دستت موزه میدم. آقای علی بیگی چینی که چیدی گفتی 10 مافیاست، 3 مافیاست، اون یارش کی میشه؟ برات. علی صدای من میاد؟ بله مرسی ترنتون صدای تموم من شد. هست؟ آقا اتفاقا آره به برات میگم شهروند، چون شما دارید منو هول میدید که اصلا معلوم بوده اون من شهروند بودم، من اون آورده بالا که اونو بخورید. معلوم بوده که اون شهر برات. من به این دوتا رأی میدم، من به حامد و محمد اسماعیلی رأی میدم داداش، به چهارم رأی میدم، ولی رأی دو رو به این دوتا میدم. مگه میتونید اینجوری بازی کنید؟ تحت فشار بازی وصیتش نکردم آیه برا تو هولش دادیم که منو بکنه بیرون. من امروز حامد داداش من به تو رأی میدم، به محمد اسماعیلی هم، به جفتتون رأی میدم. ببین کوروش، الان تو خودت صبحانه چی داری توی بازی؟ صبحانه الان چی داری؟ ببین الان همه یک دکتر مهندسی، همه دکتر مهندسی، فقط یه دونه ما مافیا داریم، آقای علی بیگی. یارش هم همون آقای صبحانه که الان اومد کارت کوروش رو بخره. هر کی تو این دک مافیا هست که به نظر من کوروش قطعی شهر. حامد داری صدای منو؟ شهرونده. آقای علی بیگی میگه چرا دیروز به من موضع ندادی؟ برادر تو دیروز مصدق و کوروش رو داشتی، مصدق که شات شب بوده، کوروش که الان قطعی شهروند این دکه. این آقای علی بیگی، آقای صبحان قطعی با هم دیگه توی این دک مافیای بازی هستن. من به جفتشون رأی میدم، یه دونه دیگر رو ندارم. سمت برات هم نمیذارم کسی بره تو بازی. به نظر من برات شهرونده، کوروش شهرونده، حامد شهرونده. این آقای محمد فرقانی که اگر مافیا بود که پلاس نمیذاشتن روش امروز شو بشه تو بازی، که آخه انقدر شو بازی میکنید. امروز یه دونه علی بیگی میره از تو بازی بیرون، این یه دونه آقای صبحان میره از تو بازی بیرون. داری اشتباه میزنی. حامد بعد من صحبت کنه، گوش میدی به حرفم. آقای کوروش گوش میدی به حرفم. امروز با دست من بازی میکنید. آقای صبحان، آقای حامد رای میدی به آقای صبحان. آقای سی رای میدی به شماره 4. آقای صبحان لایک تو ببینم. آفرین. خانم سیمی شما هم رای میدی، آقای حامد هم رای میده، آقای محمد فقر اون رای میده، آقای صبحان، آقای کوروش فقط رای میده به صبحان. نه کوروش رو نمیذارم دیگه تارگت کنید. کوروش رو نمیذارم دیگه تارگت کنید، چون آقای صبحان مافیا داره کاورش میکنه. نمیذارم تارگتش کنید. آره امروز فقط رای میدید شماره 4. دیگه هیچ کس دیگر 2 نفر نمیارید بالا. آقای حامد نبینم رای بدی به شماره 7 ایکس. آقای کوروش رای نمیدی به هیچ کس. کابت فقط الان بلند میشی بعد من آقای کوروش رو کاور میکنی، با هم دیگه سول میکنید، میگی کی مافیاست؟ آقای صبحان مافیاست. آقای صبحان دیروز تو 9 دنبال مافیا میگشت، میگفت تو 1 2 3 یک دونه مافیا. اوکی بین من و سیمی یک دونه مافیا. الان من حامد شهروند دارم. حامد اصلا بگیم حامد مافیا. مافیای بعدی کیه آقا؟ مافیای بعدی کیه؟ 2 تا مافیا. مافیای بعدی کیه؟
کتاب با 3 یار ما بود، پلاس روتون بود، شما 3 تا رأی و داده بودین رفته بود 3 برش. آقای محمد فرغانی داداش گوش کن، کوروش مافیا داری؟ کی یارشه به نظرت؟ آقای علی بیگی، آقای سبحان، اصلا با هم دیگه دعوا نکنید. 3 تاشون خانم سیمین اشکال نداره، سبحانو باید میدم بیرون. من شاد شدم، قول میدی کوروشو ول نکنی، باش دست ندی تو کیاس. آقای محمد فرغانی مافیا رایاش جمع شهر رایاش پخش میشه. 3 نفری که گفتم هر 3 تا دنگو دادم به تو، فک شهروندی توه. امروز من به تو تارگت نزدم، تو شهروند دادی بیرون، بهت گفتم از سر دست گفتم حتما شهروندی، دیروزم تو بازی تارگتت نکردم. آقای سبحان داشت مرسی، متشکرم دوستان. میریم برای رای گیری. یه رای امتحانی میگیرم برای خودم. رای میگیرم برای علی 1001 1002 فریز. آقای فرغانی رای بده من دستتو ببینم عزیزم. اوکی. از سر صحبت رای گیری میکنم. رای میگیرم برای شماره 10 حامد 1001 1002 فریز. 3 رای. رای میگیرم برای شماره 8 آقای اسی 1001 1002 فریز. 1 رای. رای میگیرم برای 7 کوروش 1001 1002 فریز. 4 رای دفاع. رای میگیرم برای شماره 6 آقای علی 1001 1002 فریز. 2 رای. رای میگیرم برای شماره 5 آقای فرغانی 1001 1002 فریز. 2 رای. رای میگیرم برای شماره 4 سبحان 1001 1002 فریز. دفاع. رای میگیرم برای 3 سیمین 1001 1002 فریز. 3 رای. رای میگیرم برای 1 برات 1001 1002 فریز. آقای کوروش، آقای سبحان، صحبت درباره کوروش، صحبت درباره سبحان. بیا آیه برات. آقای سبحان. آقای برات بفرم. آقای حامد، آقای کوروش، باهاتون دیالوگ کردم، گفتم امروز به هم دیگه نزنید. چرا رأی میدید؟ آقای محمد فرغانی تپه میخوای پشت سرم بذاری؟ امروز فقط آقای صبحان میره، نبینم به آقای کوروش رأی بدین ها. فقط آقای صبحان میره. آقای صبحان میگه الان دوبل 1 و 3 با هم دیگه مافیان. آره اون یارم فهمیده رو مثبت بوده، باز اومده خودش رأی داده. گفتم خانم سیمین یارم چرا رفتی رأی دادی؟ با ما نمیاد رأی بدیم شماره 7. حامد به حرفام گوش کن داداش. این علی بیگی خانم سیمین دیروز یه جرمی با آقای صبحان مرتکب شدن داخل بازی. باکسشون میگه این صبحان بره. صبحان چیه داخل بازی؟ باکسشون میگه صبحان بره از دک بیرون. کوروش که معلوم، مگه نمیگی کوروش مافیاست؟ کوروش امروز نرفت به برات تارگت داداش صبحانه دارن کلکی میکنن عزیزم. اینا باکسی رای دادن داخل بازی. اینا میگن آقای کوروش دفرم. آیه برات دیدی داداش؟ دیدی بهت ثابت شد وقتی میگم 4 8 10 توشون 2 تا مافیاست. واسه همینه که تو از دست سر دست از اول بازی داری کنسه این برام میخوری. آیه شماره 8 رو دیدی عملا داره میگه من برم تو رو بخورم. هم هشته، ببین هم هشته داره میزنه زیر این که آقا استلام دستشه، هم پنجه. مگه میتونید تو بازی اینجوری بازی کنید؟ یکیشون داره میگه برات مافیاست، یکیشون داره میگه کوروش مافیاست. دیدی چه جوری رأی دادن؟ بعد میگه نه کوروش آروم باش آروم باش. طرف داره بلند میشه صحبت میکنه خانم سیمین اگر بودم و نبودم و فلان و بیسار شهروند نمایم نه سر دستم. آره من دیر رأی دادم به درایم که مگه میته که رأی تأخیری افتاده؟ شو ملقی کتاب باز. فکتی که این اساتید نوب مافیا دارن میارن که مگه سیمین یار ما بود؟ خب سیمین خودش علنا گفت من ندیدم صبحان رای داد. علنا گفت من ندیدم صبحان رای داد، رای کیلو کشیدم که سیام کرده که تون بره بیرون. چجوری به سیمین رای ندادی؟
خب چین ما کی بود آقا؟ این آقای علی بیگی که به خروج ما لایک داد. این آقای کوروش ما دیروز کاور کردیم، امروز زیر پای ما رو خالی کرد. حامد و برات که چین من نیستن. اسی چینمه آقای کوروش؟ نوبی اگه شهروندی. اینو بهت بگم، من دیروز تو رو کاورت کردم چون این یاقی داشت تو رو میخورد. حالا ما امروز از بازی میریم بیرون، یه شات میزنیم برمیگردیم. تمام میشه، میایین اینجا با هم حرف میزنیم. چرا منو کردید بیرون؟ چه اشتباهی کردم که منو کردید بیرون؟ مافیا تارگت کردم. رأی ندید آقا، به من رأی ندید. مشخصه تو دیگه تو دوستان دفاعی هر دو دوست رو شنیدین. درست به حق رأی نداره. ابتدا رأی خروج میگیرم برای شماره 7 کوروش 1001 1002 فریز. رأی خروج میگیرم برای شماره 4 صبحان 1001 1002 فریز. شب میشه دوستان، کسی از بازی خارج نمیشه. شب میشه، تصاویر بسته. اکتی نباشه لطفا. این گذار اگر در بازی هست اکت نداده اکت. هکر اکت. تیم مافیا اعلامه اکت. اکت. تیم مافیا اکت. تیم مافیا دیگه چت نباشه، مرسی. دوستان بات رو چک کنید جهت دریافت استلام احتمالی. پشت سیستم ها آماده. با اعلام من روز میشه. در دیروز بازی با کسی خدافزی نکردیم. تصاویر باز دوستان. در دیشب بازی خدافزی میکنیم با آقای فرغانی. تصویرتون رو ببندید. شماره 5 آقای فرغانی. استلام میخوایم. شماره 6 سر صحبت به طرف عدد بزرگ. صحبت. آیه حامد، آیه کوروش، میفهمین چی میگم؟ 4 6 8 چینن. ول کنید هم دیگه. ول کنه کوروشو. اگه رأی نداده بودی کوروش بود آیه شما رفته بود. مگه میفهمین اینجور بازی کنی شما؟ دارم میگم کوروش شهروند. آقای حامد ول کن. 4 6 8 چینید.
همه تو شهروند 4 6 8 چو مافیایی. آی محمد فرغانی یعنی دست اون مافیا رو میبوسم که تو رو شاد کرد، کمک بسیار بزرگی کرد به شهروند که تو رفتی بیرون. یعنی در یه بلدی 4 6 8 با هم یا مایارن رأی یک دادم فشارم رو آوردم بالا صبحان، رأی دو هم کشیدم زیرش، بعد من چین کردی با اون رأی دو ندادم. 4 تا رأی آورده شو ملق. کی رأی داده؟ تو رأی دادی، من رأی دادم، خانم سیمی رأی داده با حامد. کی رأی داده؟ بشمار رأی رو بشمار. رأی رو بشمار. محمد صبحان مافیاست نوش جونش. شو عممو ندید، عمم شوتره. امروز حامد عباسی میکنه. حامد شو مافیای دکتونه. این شماره 8 مافیاس 8 بکن بیرون. دیگه به صبحان که گذشت. صبحان روز قبل بعد می‌کردیش بیرون. این نتونست. کیو خانم سیمی دیسلایک دادی؟ شماره 8 تو شماره 8 چه برات صحبت کن. آره خانم سیمین گوش کن به من، خودت شهروندی، کوروش شهرونده، حامد هم شهرونده. آفرین. 4 6 8 اول صبحان میره بیرون. تو اگه رأی داشت 4 تا رأی، چرا الان صبحان دستش بازه؟ چرا دستی بسته نیست؟ من رأی دادم، سیمین رأی داد، بین آقای حامد رأی داد. تو اگه رأی داده بود که الان آقای صبحان رفته بود بیرون. کتاب باز شو نمایان هم نمیزنید. اینا همه کوروش فریز شدن درسته؟ کوروش کوروش صدای من میشنوی؟ کوروش تصویر میدین؟ تصویرتون رو نه. کوروش دوستان تصاویر رو ببرید. بگی تصویرتون رو ببرید.
دوستان تصاویر، آقای کوروش تصویر. بفرمایید اینترنتتون آقای اسی تصویر. من چالش دادم آقای برات. بله شما صحبت کردین اینترنتتون. آها صحبت کردین آقای برات. نبودم. خب ببین آقای برات، من میدونی نظرم چیه. من میگم ببین چون امروز روزیه که باید بیرون. آقای من کوروش میگم بفرمایید. که امروز روزیه که باید یاقی بدیم بیرون. به نظر سه تاشون رو نیاریم بالا، چون به نظرم صبحان یاقی نیست. من میگم سه تاشون بیان بالا. آقای اسی بفرمایید. چالش میدم به صبحام بعد من من صحبت که کن. رأی میدم. رای بده بعد من صحبت کن. خب آقای برات داداش من، شما مثلا میگی صبحان مافیا، اوکی، یارش میشه کی؟ من نیستم، من شهروندم که باید به من بگی شهروند کوروش مافیاست. بگو به من شهروند کوروش مافیاست. من رأی دادم به کوروش. این محمد فرغانی صحبش رو ندیده، رأی داده به اگه میشه همچین چیزی. یعنی خب آقا یار این صبحانه میشه کی؟ بگو ببینم. خب میشه کوروش دیگه. کوروش یا یار توه یا یار صبحانه. بین تو و صبحان یه دونه مافیا میتونم من فرض کنم. بین تو و این صبحان آقا یه دونه مافیا بین تو و صبحانه. من شهروندم، حامده شهرونده، و یکی مافیا کجان؟ با حامد داری حرف میزنی، میگی آقای حامد بیا رأی بده. حامدم شهروند داری، منم شهروندم، او یکی مافیات کجاست؟ این آقای محمد فرغانی که از دکتون رفته بیرون هویج نبوده دوستان، شهروند بوده. ما به این آقا گفتیم شهروند. آقای اسی مگه نمیگی تو شهروندی؟ ما بلند شدیم گفتیم به تو شهروند. این آقای کوروشو روز یک کشتن، گفتن مافیاس، ما کاورش کردیم، امروز فهمیدن شهرونده. پس من با کارت مافیایی تیم دادم لادر. هر چی شهروند بوده گفتم شهروند، فقط به مافیا تارگت زدم. به کی تارگت زدم؟ به یک. برات یاقیه، با دست من بکنینش بیرون. برات یاقیه، حتما تو دکتون مافیاس، بکنینش بیرون. نه دون نیستی، دون نیستی. امروز یه تکرای میدیم به برات رو از دک میکنید بیرون. حتما مافیاست. خوب دقت کنید. برات بعد من صحبت کن. خب مصدق چه نوع میوه‌ای بود آقای صبحان؟ فقط فهمیدی بود علی بیگی مافیاست. چه میوه‌ای بود؟ گلابی، سیبی، چیز. آقای اسی فهمیدی من شهروندم، من مگه به 4 رای ندادم؟ من مگه نگفتم هم کوروش مافیاست هم صبحان هم علی بیگی؟ چرا به صبحان رای ندادم؟ پس امروز شهروندی یه رای میدی به صبحان، ما فرداش علی بیگی که یارش رو میدیم بیرون، بعد اگه به جفتشون رای دادی فکر میکنیم که بین تو و کوروش امروز رای میدی به صبحان. علی بیگی یاغیه به شما همون صبحانه. مرسی از چالش رو من دادی. آقای کوروش، اینا سه نفرن، سه تا رأی دفاعی، به هممون رأی میدن. مهم اینه که کی با 4 تا رأی بره بیرون. شماره 4. اینا هممون رأی میکشن، زیر هممون رأی میکشن. فقط شهروند بازی خانم سیمین، آقای حامد، آقای کوروش فقط میکشین زیر آقای صبح. مثلا مهم نیست هکر دونه یا هیچ مهم نیست، فقط شماره 4 میره. مهم نیست، مافیا بدید بیرون، یا هرچی هست، فقط مافیا بدید بیرون.
نه آقای صبحان فهمید من مافیام. خانم سیمین مافیاست با کی؟ با کی؟ با 10. آره با 10. من یک شهروند آوردم توی دفاع، آقای کوروش آوردم تو دفاع. ترن خود ترن خودم ترن خودم ترن خودم چالش میدم به حامد. آقای کوروش ول کن. نه 6 که مافیاست، ول کن اصلا، فقط نکس بده. 4 6 8 تو مافیایی، سیمین مافیاست، حامد مافیاست. نوش جونتون از شیر مادر. شما نوش جونتون، بازی رو باید ببرید. امروز 4 تا شهروندیم، 3 تا مافیا. رأی میدید 4 6 8 رأی دو فرکشین زیر 4 آقای صبحان. آقای صبحان تو دکتون حتما مافیاست، فکتشو دیروز آوردم. آقای صبحان میگفت تو 9 10 مافیاست، 9 رفته خونده شهروند، 10 اصلا 10 بگی مافیا. میگفت تو 1 و 3 یک دونه مافیا هست، حالا یک دونه مافیا است. الان کوروش کاور کرد، علی بگیر کاور کرده بود، به اسی هم که میگم شهروند. مافیا کم میاره. علی سمسار شاید مافیا، شاید فریدون مافیا، نمیدونم. آره. آی اسی آی سوپان مافیاس، یارش منم، یارش دیواره، یارش این گوشیه. آره یارش این. خب اسی جان، پس فهمیدی کوروش حتما مافیاس، بین صبحان برات یار داره. رفتارا اینا تو روز یک آیه برات یزید کرده، فقط کوروش رو میخوام بدم بیرون. کوروش گفته فقط برات مافیاس، اووردتش تو دفاعی دنگ نمایندگی. آیه صبحان چیکار کرده؟ وقتی از هر کدوم از اینا مافیا باشن که علی بیگی یارشونه. موقعی که ما داشتیم کوروش علی بیگی رو تارگت می‌کردیم، کارتش رو به ما نشون داده، گفته نه شما دک مافیاس، این دوتا با هم شهروند. پس بین برات و صبحان کی یار کوروشه آیه اسی؟ آیه صبح شهروندی امروز یه تکرار میدی آیه صبح. آقا چالش ندادید به من الان حقمه که به هیچ کدومتون چالش ندم. ایزی از مگه میشه آقا هیچ کدوم چالش ندید؟ آقای کوروش صحبت کن. ببین من احساس میکنم یک داره گولمون میده که نه من اوکی هم. من به ستاشون رأی میدم. ستاشون رأی میدم، چون که به قول تو گفتنی ستاشون اونا به ما رأی میدن، ما رو میکشن بالا. اونا ما رو میکشن بالا. ببین ولی به نظرم دکه داره ما رو هول میده که حتما صبحان بره. میگیری چی میگم؟ نه باشه صبحان رو رأی میدیم، به قول تو هم کلینشیت نمیبازیم دیگه، تاش کلینشیت نمیبازیم. تاش اینه که کلینشیت نمیبازیم، ولی من از صبحان یاغیگری نفهمیدم، چون با کارت یاقی اینجوری خودشو پرت نمیکنه جلو. آقا خیلی مشخصه که صبحان یاغی نیست، چون اگه یاغی بود باید بین برات، بین من، بین حامد شاد میشد. خیلی مشخصه که علی بیگی قطعی یاغیه تو این بازی. هر کی اسم علی بیگی رو آورده شاد شده. مصدق گفته علی بیگی شاد شده، آقای محمد فرغانی گفته علی بیگی شاد شده. برات علی بیگی به من صبحان رأی 1 و 2 میدم، ولی علی بیگی قطعی یاغیه توی این بازی، قطعی یاغیه. ببین الان یعنی تو برات صبحانه بیرون کردن چیزتر از علی بیگیه که یاغی بازیه؟ چرا میخوای زامنش رو باز کنی؟ باش 4 بره، باش آقا نزن تو سرت. این مشخصه اینا یارن. علی بیگی یاغیه دیگه توی این بازی. رأی میدم، من به هر ستاشون رأی میدم. تموم شد صحبت ها. آقای صبحان صحبت. صبحان تعارف چالش فرید. تصاویر بسته تا آقای صبحان بسته. علی جان این تایمر رو این گوشه میذارم میبینید شما؟ بله نه یا روی ما که آقای اسی تصویر تو ببر. هم سیمین تصویر رو ببر.
تصاویر باز. آقای صبحان رو بیار بالا. آقای صبحان چالش. چالش میدم آقای اسی. آقای اسی صحبت کنه. این آقای کوروش بلند میشه میگه من مافیام میشینه. آقای برات چرا اینو نمیبینی؟ میگه همشون رو بیاریم بالا. کی میاد آقا؟ تا مگه نمیگه 4 مافیاست؟ کوروش میگه همه رو بیاریم بالا. میفهمی اینو؟ خب کوروش بیاد بالا و صبحانم بیاد بالا. به صبحان رای میدم. سر ناسازگار گاد داره بازیتون دیگه. بعد این آقای برات شوی مافیا برمیگرده میگه دستای اون مافیا رو میبوسم. شما اینو کیک نمیشه. شو شهروند نمایی کیک نمیشه. تصویر بده آقای اسی. تصویر بده آقای اسی. کوروش با من مافیاست. سومیمون کیه؟ کتاب با سومیمون کیه؟ شما باید بفهمید من تو دکتون شهروندم تا ذهنتون باز بشه. تو 7 نفریم، 6 نفر گفتن صبحان میره بیرون. 6 نفرتون گفتید من میرم بیرون. کوروش باید یکو گردن بگیره که گردن نمیگیره. هم کوروش مافیاست هم یک مافیاست. اشتباه کردم تو سیمین حامد. دوستان صحبت ها رو شنیدیم. یه رأی امتحانی میگیرم برای خودم. رأی میگیرم برای علی 1001 1002 فریز. آقای اسی من دست شما رو نمیبینم. اتاتون خوبه آقا. رأی میگیرم از سر صحبت. رأی میگیرم برای شماره 6 آقای علی بیجی 1001 1002 فریز. دفاع. رأی میگیرم برای شماره 7 کوروش 1001 1002 فریز. یک رأی. رأی میگیرم برای آقای اسی 1001 1002 فریز. یک رأی. رأی میگیرم برای 10 حامد 1001 1002 فریز. رأی میگیرم برای شماره 1 برات 1001 1002 فریز. یک رأی. رأی میگیرم برای 3 سیمی 1001 1002 فریز. رأی میگیرم برای 4 صبحان 1001 1002 فریز. دفاع. آقای علی بیگی دفاع. آقای صبحان دفاع. صحبت میبندن. آقای صبحان صحبت. کسی نمیخواد. علی کی میخواد؟ آقای کوروش صحبت. بفرمایید. برای چرا رأی ندادی به چیز؟ به ازی برای چی رأی ندادی؟ آقاش مگه قرار نبود این سه تا بیان بالا؟ برای چی رأی ندادی؟ حامد کدوم بره؟ تو میگی کدوم بره؟ برات که بسته قفل کرده. حامد سریع. منم میگم صبحان یاغی نیست، هرچی هست یاغی نیست. دوستان عکس بدین حق رأی میگیرم. آقای بیگی بفرمایید. یه پلاس واسه من بذار. صبح برات تو بازی شهروندی یه چیزی گوش کن. یه چیزی گوش کن تو ذهنت. شب که شد برو اینا رو با هم دیگه یک بود. 3 7 با حامد به من رأی دادن. من آوردم بالا که حق رأی بگیرم. من توی آخر صحبت گفتم رأی میدم صبح بازی بره بیرون. صبحان تو بازی مافیا باشه بین 3 و 7 و 10 رأی یار داره. این حامدم من میگیرم شهروند. کوروش تازه داره از حامد میپرسه کی بره. آقای کوروش تو مگه نفهمیدی برات شهرونده؟ برات داره میگه شما 4 بره.
الان فهمیدی که تازه بپرسی خانم سیمین رأی یک نداد به آقای صبحان. فهمیدی برات؟ دارم باهات فارسی صحبت میکنم. امروز فکر میکنم قراره به من رأی بدن، ولی امروز آقای شماره 8 آقای حامد خانم سیمینو به شما میگم شعبت به 4 رأی میدید. خب برات فردا من زنده قطعا تو بازی هستم، چون قرار نیست بازی برم وزن اتهامم. مطمئن باش تو بازی اگر حامد و قطعی شهروند داری، سیمین با کوروش با همدیگه یارشن. خود صبحان داره یه جایی فریاشه میگه آی کوروش برو یکو گردن بگیر. یه کوروش تو بعد یکو گردن بگیری. خود تو هم از ماتریکس خارج شدی، هیچ ایرادی نداره. لحظات آخر خیلی زحمت کشیدین، خیلی تلاش کردین، حتما باید ببرید، موردی نداره. اتفاقا آقای مصدقم اگر هویجم نبود اونم شهروند بود، ما اونم کاور کردیم. آقای حامد مصدقم کاور کردیم. تازه یه شهروند تارگت زدم به اسم سیامک. شما 3 روز من آوردین تو دفاعیه. آقای برات شهروند ذهنی خودش رو آورده بالا، نماینده شده، خواسته بکنتش بیرون، رأی کشیده زیرش. امروز این دوتا میگن بیا با هم دوست باشیم، صبحان ادک بکنیم بیرون. کارتم رو شده، شما باز میخواید به من رأی بدید. رأی نمیدید به من. حتما علی بیگی مافیاست. علی بیگی رأی 4 کشیده به من. دیروز شما فهمیدید من و علی بیگی با هم یاریم، علی بیگی یاقیمه. این منو کشت. دوستان دفاعیه هر دوست رو شنیدین، رأی تخیری نمیشمارم. رأی میگیرم برای شماره 6 آقای علی بیگی 1001 1002 فریز. 2 رأی. رأی میگیرم برای شماره 4 صبحان 1001 1002 فریز. 3 رأی. خسته نباشید میگم به ساید شهروند، تبریک به تیم مافیا. نشون دادید، عیار خودتون رو نشون دادید. حتما یک یاقی بود تو روتون خندید و این کارو باهاتون کرد. تو روتون خندید و این کارو باهاتون کرد. یک یاقی بود، 3 مافیا بود، حامد مافیا بود. تمام. علی بریم برای نقش. مرسی. خسته نباشین آقای صبحان. با اعلام شب میشه دوستان. مکار تصاویر بسته. این گذار اگر در بازی هست اکت نداده اکت. هکر اگر در بازی هست اکت. تیم مافیا اعلام اکت. تیم مافیا اعلام اکت. مافیا دیگه چت نباشه.
دوستان بات رو چک کنید جهت استلام احتمالی. پشت سیستم ها آماده باشید. با اعلام من روز میشه. در دیشب بازی خداحافظی کردیم با شماره 10 های حامد. لطفا تصویر رو ببر. استلام میخواین؟ آقای کوروش تصویر میدی؟ آقای کوروش تصویر. آقای کوروش. آقای کوروش رو میارین بالا. فریدون جان کوروش رو بیار بالا. سر صحبت شماره 3. چالش دوستان، آقای برات صحبت کن. اذیت میکنی خانم سیما، اذیت میکنی. آقای کوروش اذیت میکنی. چرا این کارو میکنید؟ اگه با شما میومد رأی میاد مافیا برابر میکرد چیکار می‌خواستین بکنید؟ چرا نگفتم 3-4 اینا اشتباه کردن که به ما رأی ندادن؟ چون اگه به ما رأی میدادن یکیتون اشتباه میکرد رأی‌ها رو برابر میکردن. هم تو سابقه داشتی هم صبحانه که تو بری بیشتر بود. امروز یه رأی خوشگل میدی شماره 6، یه رأی خوشگل میدی شماره 8. اگه یاقی بینتون هست باشید. خانم سیمین بابا بفرم. برات خیلی مشخصه که شماره 6 یاقیه دیگه. الان که پا میشه پاشو تو رو ببره متوجه میشی که دفعه بعد میگم 6 یاقیه. گوش کنی به حرف من. دیروز 6 رو میدادی یاقی از بازی رفته بود بیرون. امروز الان پا میشه تو رو از بازی میبره بیرون، متوجه میشی که 6 تو این بازی قطعی یاقیه. همینه دیگه، بین همین 6 و 8 دیگه. همین 6 و 8 نه. امروز من رأی میدم به شماره 6 بره بازی بیرون. بابا دیشب دیروز همتون رأی دادید به این صبحانه بنده خدا. یارتون بود، پدر پشتگی باتون نداشت. تو وقتی 3-4 میتونید یه ذره وقیح در بازی کنید. این آقای 6 امروز بره. آقای برات. علی صحبت کن. خدا پدر بیاموز، مافیام که هستیم دشمنتون نیستیم که یه چالش به ما برگردیم صحبت کنیم. برات روز قبل باهات صحبت کردم، گفتم این سیمین با کوروش با رأی کشیدن زیر من، می‌خواستن حق رأی منو بگیرن، می‌خواستن من شهروند بازی بکنم بیرون. چرا نمیخوای بفهمی برات؟ توی سابقه مافیا هیچ جای بازی من یار نفروختم. سیمین قطعی مافیا، کوروش قطعی مافیا. بفهم. یکی مافیا کردی بیرون میشه، چون روز قبلش هم من رأی 4 رو من کشیدم بیرون نرفته. نمیدونم یا تأخیری حساب یا هر چیزی. بفهم برات، بفهم. اوکی. ببین تو شهروند باشی فقط 7 مافیاست. علی بگی یعنی کارت شهروندی فقط میگه کوروش مافیا. یعنی تو کار شهروند باشی فقط باید بگی کوروش مافیاست. خب آقای صبحانه مافیا، من داشتم آقای کوروش رو میدادم بیرون، درسته؟ چرا اومد کاوری یک شهروند گرفت؟ چرا اومد کاوریشو گرفت؟ آره. امروز یه رای بدید به شماره 7 آقای کوروش. یه رای میدم به حالا اسی هم صحبت کنه. چالش رو بهم برگردون بهت میگم چیکار کنی. چالش رو بهم برگردون. آره. به نظرم صبحان مافیایی نبود که یار دست ما بده. آره خانم سیمی شما هم دیروز داشتی از صبحان هم میزدی مینداخت رو علی بیگی. این هستش. آره اینم هستش. حالا بذار صحبت کنن چالش بهم بدرسید.
آیس چالش آیسی هستن. آیسی چالش بده. منم چالش میدم به شماره 3 بازی. خب نه 3 شهرونده. گوش کن آقای برات، کیا رأی دادن به صبحان؟ من گفتم فقط صبحان بیاد، هیچکی نیاد باش بالا. به هیچکی هم رأی ندادم، فقط به صبحان رأی دادم. فقط یه دونه به کوروش رأی دادم، کوروش رو به من رأی داده. پس بین من و کوروش یه دونه مافیا هست، درسته؟ من رأی کیل دادم به صبحان، به علی بگی هم رأی ندادم. یه رأی من به علی بگی میشد 3-3، هر دوتا میشستن. پا به من نمیتونی بگی مافیا. از روز اولم گفتم آقا با دستت بازی میکنم. اونجا که بلند شدی گفتی تک میاد تک میره، گفتم نمیشه، باید چینشو بگی. چینش میشه کوروش. بگو اسی شهرونده، کوروش مافیاس، یارش هم میشه صبحان. ببین برات اصلا نمیتونی بگی من داشتم از صبحان هم میزدم و اصلا این حرف نمیتونی بزنی. من از روز یک بازی فقط صبحان رو داشتم توی این دیگه با علی بگی فکت یاقی بودن علی بیگی رو برات آوردم. گفتم مگه میشه هر کسی گفته علی بیگی شاد شده، چرا بین منی که فورس گذاشتم روی صبحان، بین تویی که فورس گذاشتی روی صبحان، بین حامدی که فورس گذاشته روی صبحان شاد نمیشینه؟ چرا هر کی میگه علی بیگی شات میشه؟ فکت یاقی بودنش رو برات آوردن. اگه میترسی که بلنش تو رو ببره، نگران این هستی که تو رو ببره، این داستانش فرق میکنه. وگرنه اگه مشخص یاقیه دیگه، مگه میشه امروز بازی بگیم باهاش بخوایم بازی کنم؟ چالش دیگه منم الان میگم. علی بیگی صحبت کن. نه خانم سیمی، تو مگه برات شهروند نداشتی؟ مگه روز یک نفهمیده بودی بین برات و مافیا یه دونه بین برات و شما دو یه دونه مافیا نشسته؟ با آدز بیشتر شما دو رو مافیا داشتی، چرا باید دنگ نمایندگی رو بدی به شماره 2-1؟ مگه کوروش رو تو برات شهروند نداشتی؟ چرا رأی دو به کوروش ندادی توی روز اول؟ نظرت رأی کیل انداختی، دیر انداختی پای شماره 9 که رأی داده بودم. مگه نفهمیده بودی خود آیه صبحان تو بازی انقدر مافیا بودی که وقتی رأی که انداختی این دیگه صبحان اونجا دیدی های دفعه دستتو بکشی؟ خب آیه عکس من تایید میشه. شب میشه دوستان، تصاویر بسته. تصاویر بسته. تصاویر بسته. بله بفرم. بده علی بیگی رو ببرم. شب میشه دوستان. خداحافظی کردیم با اکت آقای کوروش، با آقای همراه با آقای علی بیگ. شب میشه دوستان، نشتی نباشه. مینگذار هکر اگر در بازی هستن اکت. مافیا اکت.
اکتای شهروندی باز. اکتای شهروندی باز دوستان. شهروندان اکتار اکت بدین لطفا. پشت سیستم ها آماده باشین. با اعلام من روز میشه دوستان. سی تصویر. در دیروز بازی خداحافظی کردیم با اکت یاغی آقای کوروش با آقای علی بیگی. در دیشب بازی خداحافظی کردیم با آقای برات. تبریک به تیم مافیا. نقشا رو میخونم دوستان، خسته نباشی. بازی بسیار قشنگی بود. خسته نباشید به هر دو سایت میگم. شماره 1 آقای برات محافظ. شماره 2 آقای مصدق شهروند ساده. 3 سیمین دان مافیا خیلی خوب بازی کرد. آقای صبحان هکر مافیا عالی بود. آقای محمد فرغانی پزشک. آقای علی بیگی وکیل. آقای کوروش همینجور که دیدین و مشاهده کردین یاغی. آقای اسماعیلی راهنما با انتاکت درست. آقای سیامک شهروند ساده. آقای حامد مینگذار. خسته نباشید بهتون میگم. آقای فریدون ضبط و قطع میکنید. مجتبی قطع